با سلام و عرض ادب به تمام بینندگان و پناهجویان افغان، کسانی که ما را از طریق کانال یوتیوب افغان اسایلم سیکر مشاهده میکنند. امیدوار هستم که این روزا بخیر سپری بشه و ایام خوشی در پایان سال میلادی داشته باشین. خیلی از دوستایی که مشکل داشتن به خاطر زبان ایتالیایی گفتن کم بیش مشکل است و ما نمیتوانیم زبان ایتالیایی را به نحو عالی یاد بگیریم و یا سرگرم کننده نیست، ما در شرایطی نیستیم که بتانیم کورس بریم و شرایط بر ما کم بیش معلوم است که در کشوری که شما فعلا هستین. گفتیم کدام برنامه ها مفید است برای آموزش زبان ایتالیایی و رایگان هم هستن. اپلیکیشن هایی که من میخوایم معرفی کنم برای شما، اونا رو دانلود کنین. البته اپلیکیشن هایی که معرفی میکنم بستگی به شما داره که چه زبانی را یاد دارین و با او زبانی که یاد دارین تنظیم میکنین زبان ایتالیایی را در مقابل او برای شما یاد بدن، یعنی انگلیسی ایتالیایی، فارسی ایتالیایی، زبانی که شما یاد دارین، زبانی که نتیو میتونین گپ بزنین. امیدوار هستم که جور صد باشین. خب میریم برنامه ها رو برای شما معرفی میکنیم. برنامه هایی که زبان ایتالیایی رو میشه یاد گرفت و بستگی به پرکتیس و برنامه ریزی شما داره که روزانه چقدر وقت بگذارین و شروع کنین برای یادگیری. شما وقتی که اپل استور یا اپ استور را باز کنین، برنامه‌ای که میگم در سنین مختلف، در کاتگوری های مختلف می باشه که شما میتونین باز نظر به استعداد یا سنینی که میبینین در اون قابلیت دارین زبان یاد بگیرین را انتخاب کنین. اولین برنامه، گرچه در زمانی که ما شما به کشور پاکستان بودیم هم این برنامه را بعضیا پیش میبرد، دایلینگو یک برنامه یا اپلیکیشن است که زبان ایتالیایی یا هر زبان دیگری که شما بخواین یاد بگیرین در او هست و یک حیثیت گیمینگ داره که هم بازی میکنین و در قبال هم زبان ایتالیایی یاد میگیرین. برنامه دومی که هست برنامه روزیتا استون که متد مختلفی داره بر یاد گرفتن زبان ایتالیایی که بیشتر طبیعی است، یعنی زبان و طریقه آموزشش خیلی نچرال است. برنامه سوم بابل یک اپلیکیشنی است که ساختار پرکتیکل، یعنی شما پرکتیس میکنن روزانه و تمرین های زیادی داره که در زندگی روزانه یا نورمال به کار میره، لایف سیچویشن، در شرایط زندگی میتونین این را هم دنبال کنین. برنامه چهارم میمورایز است. میمورایز هم یک برنامه است که تکنیک های مختلفی در آموزش زبان ایتالیایی داره و بیشتر تمرکزش سر لغت هایی است که لغت های ایتالیایی را شما یاد بگیرین. اگرچه ما کوشش میکنیم لغت های ایتالیایی را روزانه بر شما 5 الی 10 لغت را روزانه بگذاریم و شما یادداشت بگیرین و پرکتیس کنین تا یاد بگیرین. برنامه پنجم که یک برنامه خیلی خوب است، او هم خود ما هم استفاده میکنیم، بوسو است. بوسو هم بعضی هم میگن. چنان شما میبینین شیپ اپلیکیشنش را به صورت سوشال لرنینگ است، یعنی در اجتماع برای اهدافی که شما میخواین یاد بگیرین برای شما تارگت میده و اون میتونین شما انتخاب کنین و به ادامه زبان ایتالیایی رو یاد بگیرین. برنامه ششم هلو تاک چنانچه از نامش پیدا است، با کسانی که زبان ایتالیایی نتیو دارن، یعنی زبانشان ایتالیایی است، شما میتوانین اسپیکینگ داشته باشین، گپ بزنین و با اونا تچ کنین. تاندم برنامه هفتم است که شما میتوانین با البته به سلیقه های شما بستگی داره که کدام اپلیکیشن مورد پسند شما است و میتونین اون را دنبال کنین. تاندم هم یک برنامه است که نتیو اسپیکرز در او مساعد است که میتونین همراه اونا یک به یک گفتگو داشته باشین و در مورد مهارت های آموزش زبان ایتالیایی با هم در ارتباط باشین. و برنامه هشتمی که در
دنیای واقعی ویدیوهای زیادی، کسانی که البته طرفدار دیدن ویدیوها و فیلم ها هستن میتونن این برنامه رو دنبال کنن. Following You، تریلر های فیلم ها است، اخبار است، جدا از او متن هایی که زبان ایتالیایی را برای شما یاد میدن، میتونین در این برنامه دنبال کنین و برنامه را روزانه طبق یک پروگرام بر خود جور کنین و وقت بگذارین و یعنی دوامدار دنبال کنین تا زبان ایتالیایی رو یاد بگیرین. چون اگر یک روز بخوانین، یک روز غیر حاضری کنین، متاسفانه بگم به ذهنتون نمیشینه. خیلی کسا هست که مینالن میگن زبان ایتالیایی مشکل است، زبان ایتالیایی سخت است. به تناسب دیگه زبان ها از آلمانی خیلی آسانتر است زبان ایتالیایی و زبان شیرین‌تر و خوبتری هم است. امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین تمام بینندگان عزیز و پناهجویان افغان، کسانی که کانال افغان سالم سیکر را دنبال میکنن. امیدوار هستم که سابسکرایب کنین، لایک کنین، نظریاتتان رو بر ما کامنت بدین و اوقات خوشی رو بر همه شما آرزو میکنم. موفق باشین.